سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در جاده مهالود دیلمان به سیاهکل. امروز جمعه 16 آذر ماه و ساعت حدود 3 عصره. جاده سیاهکل به دیلمان یکی از زیباترین جاده‌های شمال ایران و استان گیلانه که ولاگ‌های زیادی از اون هم در کانال قرار دادیم. بخش انتهای این جاده که به روستای اسپیلی یعنی مرکز دیلمان ختم میشه، تقریبا همه عصرها مهالوده و بازارچه جذاب لاریخانی که توسط روستاییان در اون ایجاد شده در کنار چشمه آب سردی برگزار میشه. چند وقت پیش ولاگ گردشی در این بازارچه رو در کانال قرار دادیم. امروز هم میخوایم در این بازارچه که مهالود و برفی هم هست توقفی داشته باشیم. متاسفانه این بازارچه چند وقت پیش دچار آتش سوزی شد و در ولاگ ما هم آثاری از این سوختگی مشخصه. جاده سیاهکل به دیلمان حدود 46 کیلومتره و جاهای دیدنی مثل آبشار لونک، کاروانسرای تیتی که قبلا ولاگ هاشون رو در کانال قرار دادیم در طول این مسیر قرار داره. قبلا ولاگ های زیادی از جاهای دیدنی شهر سیاهکل رو در کانال قرار دادیم و در پلیلیست شهر سیاهکل میتونید این ولاگ ها رو پیدا کنید. لینک پلیلیست در قسمت توضیحات برای شما عزیزان قرار داده شده. احتیاط، سرعت کم، روشن بودن چراغ‌ها و جفرانما در هوای مهالود به شما عزیزان توصیه میشه. چای آتشی، آش رشته، نان محلی داغ، باقالی و لبو جای همه عزیزان خالی. این بازارچه در تمام روزهای هفته برقراره ولی در آخر هفته ها پررونق‌تره. ولاگی که میبینید حاصل 6 ساعت رانندگی و مسافرته. از بخش اشکورات رحیم آباد رودسر به سمت دیلمان اومدیم و متاسفانه به دلیل وارد نبودن تنظیمات دوربین جدید ویدیوهای اون بخش قابل ارسال نیست. در ویدیوی امروز هم اگر ایرادی میبینید مربوط به همین موضوعه و دلمون نیومد این هوای زیبا و مهالود و برفی رو با شما عزیزان به اشتراک نذاریم. به بزرگواری خودتون ببخشید. اگر به دیدن زیبایی های استان گیلان علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. در ضمن در کانال آشپزیمون هم آموزش انواع غذاهای گیلانی رو در فضای روستایی برای شما عزیزان قرار میدیم. لینک کانال آشپزیمون رو در قسمت توضیحات ویدیو قرار دادم. خواهشاً با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یک شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش، این هوا زیبا و دوست داشتنی لذت ببرید.
استفاده می‌کنی؟ بابا داد. بابا اشتباه کردی. چرا حرف بالا رو گوش نکردی؟ چه حرفی رو گوش نکردم؟ ولی بابا آورده. چه استفاده نکنی؟